ضرب‌المثل مقال‌های تاتاری. دزد را دزد دستگیر می‌کند. عسل بی گزیدن زنبور به دست نمی آید. از دود گریخته به آتش افتاد. توی عروسی هم بی کمبودی نمی شود. کاهی نزدیک به از جوی دور. بز هم ریش و گربه هم موی-لب دارد. سطیل باشد سرپوش یافت می شود. خرس گرسنه رقص نمی کند. برای بدفعل شب و روز تاریک است. خانه ای که دو کدبانو دارد نارفته است. اگر که کوه به نزد تو نآید تو به سوی کوه برو. زنی بی شوهر اسبی بی لجام. شتر هم تحفه به حساب می رود و تگمه هم. خرس بچه‌اش را نوازشکارانه سفیدکم گفته است و خارپشت بچه‌اش را نرمککم. سوزن خرد است اما چون خلد دردناک است. سنگ در جای خودش وزنین می تابد. کسی که بسیار می دود بسیار خسته می شود. کسی که سر کند او سردار می شود. کسی که کم را حفظ نکرد بسیار را نگاه داشتن نمی تواند. در جایهای خودی دود هم شیرین است. سرود دیگران را مخوان. آرد نیست خمیر نیست.